میرزا سران کشورهای عضو در رابطه با نیزای اوکراین که 5 ماه است ادامه دارد چه گفتند؟ بله طاهر، جناب ولادیمیر پوتین اشاره کرد که مشکل اوکراین این تنها و فقط مشکل خود اوکراین است و تمام این پیچیدگی هایی که در این منطقه جای دارد مربوط به خود اوکراین می باشد. اما پرزیدنت قرقیزستان به این اشاره کرد که اون سازشنامه 3 جانبه‌ای که در مینسک به امضا رسید و این آتش بسی که حالا روی دست گرفته شده است ادامه دارد و تنها این میتواند که مشکل روسیه و اوکراین را حل کند. اما اون نکته‌ای که پرزیدنت ازبکستان گفت، یعنی به واسطه هم روسیه این را به عنوان مشکل روسیه و اوکراین نام برد و اشاره کرد که مذاکرات مستقیم لیدر دو کشور میتواند که این مشکل را پایان دهد. تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد از دوشنبه در رابطه با نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای صحبت می‌کرد.